چرا نمازهای فجر ما یا اکثریت از نمازهای ما فوت میشه؟ در این کلیپ کوتاه بحث میکنیم که چرا جوانا یا اکثریت از ما و شما نمازهای صبح ما یعنی فجر ما و سایر نمازهای دیگه ما قضا میشه. 3 دلیل عمده وجود داره دوستان عزیز. دلیل اول این که ما به ارزش واقعی نماز در اسلام پی نبردیم. ما به پی نبردیم که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روشنایی چشمانشان نماز بود و خنکی چشمانشان نماز بود و آرام بخش کننده قلبهای مضطرب مسلمانان نماز است. ما در واقع به جایگاه نماز در اسلام پی نبردیم. یک. دوم دیگه این که اکثریت از جوانا تا دیر شب ناوقت شب بیدار هستند، حال صرف نظر از اینکه مصروف چی هستن و وجود انسان بالفطره نیاز به خواب داره. جوانی که ساعت 3 ساعت 2 بیدار است بدون شک نماز صبحش قضا میشه. و دلیل سوم دوستان عزیز که موهای بدنتان سیخ میشه. چرا نمازهای فجر ما قضا میشه؟ توجه کنین به روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم روز در سفر با جمع از اصحابشان در آخر شب در یک جای درنگ کردند و بعد گفت چی کسی ما را به نماز صبح بیدار میکنه؟ مبادا که ما به خواب بریم و نماز صبح ما فوت شود. این وظیفه را چی کسی میگیره؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول الله این وظیفه را بسپارین بر من به نماز فجر یعنی صبح شما را بیدار میکنم. وظیفه را سپردن به حضرت بلال تا این که شعاع آفتاب که بر بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم تابیده بود پیامبر خدا را از خواب بیدار ساخت. وقتی که بیدار شد دید که بلال هم به خواب رفته است و نماز صبح یا فجر هم قضا شده است. حضرت بلال گفت ای بلال چی شده است؟ وظیفه گرفته بودی که ما را به نماز صبح بیدار کنی. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که به شما رسیده بود یعنی خواب و به نفس ما رسید، یعنی من هم خواب برد و من نتوانستم که شما را به نماز صبح بیدار کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که ارتباط داره با کلیپ ما، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود این وادی و این محل ترک کنین که در آنجا شیطان حضور داره. یعنی شیطان شما را در انحصار خود در اینجا گرفته است و سبب شده که نماز صبحتان قضا شد. این وادی را ترک کنین به وادی دیگه و به وادی دیگه که رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن، حضرت بلال آذان گفت و نماز قضایی را اقامه کردن. حالا بحث مسئله فقهیش صحبت نمیکنیم نماز صبح باید چه زمان قضایش خوانده شود. دوستان عزیز یعنی در خانه هایی که نماز قضا میشه، چی نماز صبح باشه یا سایر نمازهای دیگه باشه، اونجا خانه های شیطان است. یعنی اونجا مکان است که شیطان در اونجا حضور داره. در خانه هایی که در اتاق هایی که شما استراحت میکنین و نماز اقامه نمیکنین، یقین بدانین که شیطان با شما میخوره، شیطان با شما در یک بستر میخوابه و شیطان عمل شما را زینت بخشیده است و نمازهای صبحتان به محابا از پیشتان فوت میشه. الله متعال همه ما و شما را انشاءالله از چنین حالت برهانه و از شر شیطان حفظ کنه. نمازهای صبحتان قضا نکنین که نماز صبح به حضور فرشتگان اقامه میشه و هر کس نماز صبح اقامه کرد در آن روز در ضمانت یا ذمه الله متعال است و هر کس نماز صبحش قضا شد گویا که از ضمانت ذمه الله متعال بیرون شده است. السلام علیکم.